اسم؟ جهانگیرشاه، ملقب به قبله عالم. شغل؟ پادشاه. منظورم نقشی که توی بال ماسک داشتی نیست. شغلتون چیه؟ پادشاهی. پدر جان پول از کجا در میاری؟ از حلقوم رعیت. منظورم اینه که از صبح تا شب شما چی کار میکنی؟ میخوریم، میخوابیم، میآساییم، بازی میکنیم، ظلم میکنیم، تو سر رعیت میزنیم، هر وقت هم که عشقمان بکشد زن میگیریم. نه، مثل که شما دوست نداری از نقشت بیای بیرون. خب به من بگو ببینم، شما پادشاه کجایی؟ ایران. خوبه. خونت کجاست؟ تو باغچه. دربار همایونی تهران. مثل اینکه شما دوست داری مهمون ما باشی. درست به من جواب بده ببینم، تو اون مهمونی چی کار میکردین؟ جریانش چی بود؟ مراسم 4مین سالگرد تاجگذاری ما بود. ما منت بر سر شما می نهیم، تاج بر سر می گذاریم تا شما فرومایگان و بیمایگان را فضیلتی ببخشیم. شما میتونید تشریف ببرید تا من تکلیفتون رو مشخص کنم. من دیگه سوالی ندارم. اصلا شما غلط میکنید که از من سوال دارید. زیر سایه همایونی نشستید، خود همایونی را سینجیم میکنید. پدر سوخته، میدهیم سر و ته از دروازه شهر آویزانت بکنن، پوستت را میکنیم.